بسیار درود و عرض احترامات و هموطنای عزیز برادرای بنیهایت گرامی. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. دوستای عزیزم، راستی دینا یک افیر کردم، کمی خواستم که دیگر ما بس کنیم در بالای همون در چیزهایی بگیم که در جای پوچ و بیمانی بنا ساختن این احمقیست میگن که، یعنی که در جایی که پوچ هست، یعنی تای زمین پوچ هست، زمینی ملایم است، در اونجا بنا ساختن، بینای بلند آشیانه ساختن، این یک احمقیست. در همین مسئله گفتم که ما باید کمی همون جدا کردن یاد بگیریم. ما ما در بالای تعریف تفسیه، در بالای نمیدونم ما فلانی ها، ما همو اینایی فلانی دیگری، همون خیلی بیناسازی و نمیدونم خودسازی و یا ملت سازی یا وطن سازی را در همین چیزا ما دوست میداریم. من کمی از طرف نگاتیو صحبت کردم. خیلی بسیار انسان ها بگیم که فکر و نظر خودشون نوشتن. دوستای عزیزم، ما از شما یک خواهش میکنم که پیش از همون بعضا مسئله ها را میخواین اگر که بگیم گفتنی باشین، البته که همین چیزها همون استوچنی که خداشون داره. عصر اینترنت هست، عصر پیشروی هست، عصر تکنیک هست، عصر تکنولوژی هست. حاضر دیگر نمیره، کتاب نمیکوی، بیبلیوتک نمیره، اینترنت بگیم همین تلفن اینقدر زمانه پیش رفته است، برای کون تماشا کردن، سینه تماشا کردن استفاده نبرین. بعد از او در یک مسئله میشه و یک چی میشه و سراز برآمده بگیم که همون کومنت های پوچ بیمانی کردن. البته که را در برای همون یک سلامتی استفاده برین، یک معلومات استفاده برین. من روزی در روز به شوخی کار هستم، اما همون 5 مینوتی که نوس میکشم یا نمیدونم یک توالت میدرم، یک خلاص بگیم این معده ترین چیزی که برای ما یک وقت استراحت میشوه، ما در همون حالت یک چیز میکوم، یک چیزی که به من لازم است، ما اون چیزا میکوم که تا که چیکار کنم پیدا کنم. و من در زندگی از یک استوچنیک گپ زدن قدر دوست نمیدارم و بعد همون گپای استوچنیک گفتن هم قدر دوست نمیدارم. من چندین تا منبع میبینم، منبع مثال گیریم یپون باشه، خیتای باشه، عرب باشه، ترک باشه، چندین منبع ها را میبینم چی گفتگی است. از همون منبع ها دیده بگیم که بعد میونه خلاصه خود ما میگم در اونجا. بعضی ها میگه گپی گفتگی تا از دلیل بیار، کتاب در اونجا نوشتگی است. بعضی گپایی که من میگم من پروست سریدین کردم میگیرم، یکی گنده کردگی است، یکی تعریف کردگی است و وقتی و ساعتی و همون چیزها را من میبینم. از همون بگیم که چیکار میکنم، من خلاصه براری میکنم که تو که همین چی نشود، یعنی که سریدین که میگم. درباره همون سلمان فارس گفتیم، اینا به نهایت جوانو برادرو، بعضی انسان ها بگیم اکثر انسانی که همون اساس نداره، در سخن نداره، اساس نداره و البته که تحقیر دشنا می نویسه برای که اون انسان منبع نداره، فقط همون ده دشنا اون خطی خودش آزاد میکنه از همین چیز، گویا که او کاره برای نمیدونم دینش یا برای یک چیز کرد. بیاین اول من وقت نداشتم، فقط از یک منبع میگم، یک چند مسئله را میگم. ما خودمون باید انسانی با عقل هستیم، خلاصه براری کنیم، باید خلاصه مونه براریم. تقریبا سلمان در دولت ساسانیان یعنی اطراف ایران تولد شدگی است. من اینجا سال تولدش نوشتم برای که از خاطر نبرای گفته، راستشم من اینجا نوشتم. خب 568 سال تولد شدگی محمد پیغمبر، 500 پیغمبر اسلام 570 سال، تقریبا 2 سال ای محمد از پیغمبر اسلام کلان است، یعنی که 2 سال کلان است. خلاص خونه زردشتی ها کلان می شود، یعنی او چند ساله می شود. البته که در اونجا یعنی انسان سفید از سیاه جدا کردن فرق میکنه در اینجا
дар дин интереси ӯ пайдо мешавад. Хулос христианҳо қатъи бигем сериас пайдо мекунанд ва яъне каме маълумот дар бораи дини христианҳо мегиранд ва падари ӯ аз ин чиз хабардор мешавад. чӣ қадар бигем ӯро фарз кардем аз ӯ эҳтиёт мешавад ки нагреза, ягон кор накуна, яъне динмона иваз накуна, аммо ин шавқманд ба дини христианӣ мешавад. албатта ки инсон дар дини зардуштӣ таваллуд шид ва вақте ки ақлаш сафед аз сиёҳ ҷудо кардана фарқ кард, ӯ инсон ишқманд ба дини христианӣ шид. ба як корвоне қуш мешава. албатта ки бачаи калон аст, тақрибан бигем 18-20 сола бача аст. мерава дар барои чӣ ман мегӯям ки 18-20 сола шояд аз ӯ ҳам калонтар бошад. мерава аз уҷа хулас тарафи Сурияи имрӯза дар як христианӣ, яъне ки ҳамон чизда бигем хизматгор шида кор мекунад то мурдани ҳамон устодаш кор мекунад. баъд аз ӯ бигем 10 сол уҷа шояд хизмат кунад, 8 сол хизмат кунад. баъд аз мурдани ӯ хоб источникша ҳалиш мекуна, пеши дигар устод мерава, яъне дар уҷа мерава, хизматгори дигари инсон мешава, аз ӯ илм мегира, хизмат меомӯза. яъне ин инсон бештар маълумот дар дини христианӣ дошт. баъд аз ӯ бигем ки мурдани деюм устозаш хато накунам дар сеюм мерава, сеюмда баъд аз ӯ мебироя, ӯро мефурӯшанд, раб мешава, яъне ки ғуломида мефурӯшанд, аз як ғуломӣ ба ғуломии дигар мефурӯшанд. ба ҳамин ҳол меғалта ба Мадина. ҳоли мегӯянд ки мисол дар источники мо чӣ мегӯянд? мегӯянд ки Салмони Форсӣ аз замини Форс хеста пеши пайғамбар, яъне илмҷӯӣ рафт, яъне ки ҳақиқата ёфтанӣ рафт. Не, дар асли инсон бигем ҳамин тақдир тақозо қатъи бигем ғулом мешава, бигем фурӯхта мешава. баъд аз ӯ баъд мерава меғалта дар ҳамон бигем ки Мадина ё Макка ё Мадина, аниқ наме, хулас ҳамун заминда. баъд аз ӯ ӯра чикор мекунанд? мардуми мусалмонҳо харидорӣ мекунанд, яъне ӯ ғулома мехаранд барои истифодаи худ бурдан. яъне биёне мо як источник, ҳоли ман намедонам аз дигар источникҳо бояд ма биёвам. мар агар маҷбур кунем дар ин масъала, агар ма як рӯз ду рӯз кор ма партом, полни рост источникҳоро биковам ва аниқ ва дақиқ баротон бигем ки аз тамоми ҷо чӣ куҷо чӣ гуфтагӣ аст бугум баротон. хулас яъне ҳамин тарз мерава меғалта дар дасти мусалмонон, дар уҷа ислома қабул мекунад. биёна ки мо як аввал қафотар бигардем, ҳамон аслията нигоҳ кунем. аслият пайғамбар дар 42 солагӣ 43 солагиш зиёда аз 40 пайғамбар мешавад. чандин солу дар худи ҳамон атрофиёшам ҳеч ка бовар намекунад. тақрибан 13 сол даъват мекунад. пайғамбар мешава бигем ки худаш 50 мегзара мерава, яъне 50-55 сола. ӯ ҳолатҳо пайғамбарҳо ё мусулмонҳо қудрати ғулом харидан надоштанд, қудрати харидани ғулом надоштанд. яъне қудрати харидани ғулома кадом вақт пайдо карданд? яъне ки авҷ гирифтан бад тақрибан бигем ки баъд аз одамо эътимод кардан, 13 сол баъд аз даъвати пайғамбар ки одамо баъд эътимод овардан ба ӯ, дар ӯ ҳолат ино баъд каме қудрат пайдо кардан, бигем ки ғулом харидан ё намедонам инсон хариданда қувват кардан. логикаро нигоҳ кунем, судит кунем. дар ӯ ҳолат бигем пайғамбар тақрибан 50-53 сола, 54 сола, 52 сола, 53 сола аз 50 гузаштагӣ инсон буд ва ин инсон 2 сола аз пайғамбар калон. агар пайғамбар 53 боша, ин одам 55 сола буд. агар пайғамбар 55 боша, ин одам 57 сола. яъне дар ӯ синни солодарӣ, ғуломдорӣ, дари азобо. албатта ки як инсон бигем ки хеле хаста ва бигем ки чӣ метавон дар ҳамун синни сол ира харидорӣ мекунанд, ира меёранд дар ислом, аввалин ҷанг ва мебаранд ира ҷанговар, ҳамчун ҷанговар дар поля бой мебаранд. ин ки маҳорати хуб дора, баъзан бигем ки дигар ҳамон дасти бигем ҳам дини зардуштида каме маълумот доштам, дини христианида
تقریبا بگیم زیاده از 20 سال قریب معلومات دین خریستیانی داشت این آدم، یعنی که زیاده از 20 سال خدمت خریستیانی داشت. بگیم کم تاکتیک داشت. وقتی در دین اسلام اومد یک آدم از تولد تا مردن 3 بار دینش علیش کردگی، یعنی زردشتی، خریستیانی و اومده اسلام قبول کردگی، یعنی 3 بار دینی باز کردگی است. عادی ترین چیز. اگه شما هر چی میگین گفتم بگیرید. پروست ما لوگیکا دا نگاه کنیم سودید کنیم و خودمون توپیگ نبریم. لوگیکا دا نگاه کنیم سودید کنیم. مثال میگیریم. تقریبا 55 سالگی دا بالاتر از 50 سالگی، تقریبا 55 سالگی دا این انسان اولین بار بگیم خریداری میشه و از طرف مسلمانو بگیم خریداری میشه و از غلامی آزاد کرده میشه. بعد از او بگیم این انسان اولین جنگ دا میره و بعد بعضی تاکتیکا را میگه، مثلا چیکار کردن در کار، چیکار کردن در کار برای که او همون یاروکا از پا عرباشو نمیاره، اما چیکار بکنیم او گذشتن او از چیکاری ها قین میشه. مثال بعضی تاکتیکا را میگه و تاکتیکایی را استفاده میبرن و چیکار را میکنن. واقعی بگیم همون دشمن اومدن دا از پاش و بگیم همون عربا دا بار بخچای یاروک میوردن، عرباشو گذشتن نمیتونه چیکارو بگیم اون انسانو رس میشن میبرن. خلاص از همینجا بگیم که یعنی این خبر با پیغمبر میروه، پیغمبر اسلام بعد اینا بگیم که ولی محمد دید اولین بار ایمان آورد. این چیز من فکر کنم که اولین بار محمد ندیده بود. اگر هیستوری را سودید کنیم، اگر نگاه کنیم، یعنی از همونجا بعد پیغمبر قطعی بگیم که یعنی فیرات میکنن، نزدیک آشنا میشن. خلاص با این میتن لقبی سلمان الفارسی، یعنی که معنای کلمه سلمان چی است؟ سلمان что обозначает слово саламан. میتونید در اینترنت بزنید بگیم که پیدا کنید. اما سولاش انیق نوشتگی نیست، کدام سال کجا اومد، چند ساله بود، پیشی بود. خلاص بگلا هیستوریاش همی است که من ایرا توچ بگین من میام میتونم شما میخونم از یک نه از 10 توچ. کلمه سلمان یعنی سلمان جورا میشه، جورا یعنی جورای فارسیم، یعنی رفیقی فارسیم، آشنای فارسیم، آشنا میشه. سلمان переводش значенیش بگیم که جورا میشه، آشنای فارسیم. و ابد نامش عوض کردگی نیست، یعنی این یک لقب است، با همون نام خودش بودگی است. تنها بگیم در همون کتاب ها و دیگه جا خیلی نامی دیگر با همون سلمان یعنی جورای فارسی، سلمان الفارسی، سلمان الفارسی بگیم که جورای فارسیم، یعنی فارس، همون رفیق فارسیم با آشنای فارسیم و آشنای ازبکیم، آشنای قلقیم، آشنای لقایم، آشنای فارسی. میگه اگه مثال ما دست که آشنا تاجیک چخیلی یا میگه آشنا قلق چخیلی، همین значенی داره، آشنای فارسیم. خلاص این یگان значенی زیادی نداره، پروست همونجا دوستی پیدا میکنن. خلاص پیغمبر میبره تقریبا 632 سال در 63 سالگیش، 33 در 63 سالگیش. بگیم که این جورای فارسی پیامبر دین اسلام 657 سال در 89 سالگیش میبره. خب این انسان پروست از بس که همون تاکتیکایی که جنگ اول دا که تاکتیکا نشان داد که چیکار کردن در کار است، چیکارو باشه پای از پا میغلطه، چیکار باشه اگر پای عرباشون میغلطه، ما باید زمینو را یک گله چیکار بکنیم که اینو حرکتاشون بگیم که چی شود. آمدن در طرف ما که حمله کردن زمینو چیکارو زیاد باشد، پای از پاشون میغلطه، میدرویه میغلطه میشکنه، دیگر اینو جنگ کردن نمیتونن. خلاص یک تاکتیک را بگیم که برای آموختن ایرا همچون بگیم یک استراتژی بگیم پالکاواد است، یعنی برای بگیم تعیین میشه. این دیگر تو زندگی داشت بگیم تو بود
حیاتش فقط جنگ و جنگ و جنگ بگیم که تو مردن شه، بگیم که این همون پولیوی جنگ ده. مثال گرچند اگر 89 ساله مرد هم باشه، بگیم در پولیوهای جنگ استراتژ بود، بگیم که همون نقشه کش بود جنگ ده و بگیم فرمون میداد چیکار کردن در کار. یعنی همین وظیفه قطعی بگیم کار کرد. دیگری طرف خودی همین انسانی که سلمان الفارسی میگیم امروز فخر میکنیم از فارس بودن، و در دولت فارس همین انسان لشکر کشیدگی خودش همین سلمان الفارسی باز در دولت فارس بگیم که لشکر کشیده. اولین بار حمله به فارس کردن همین انسان هم یک سرباز با رهبری با یک لشکر چیز دیگر، ای بعداً این همون لوازمی بگیم که همون رهبری در گذشت. اون وقتا هم یک سرباز و بگیم که یاردمچی همون چیزو در جنگ ها اشتراک میکرد و خودی در سرزمین فارس بگیم که سلمان الفارسی همچو بگیم شمشیر گرفته در آمدگی. اولین انسانی که از فارس ها در دولت فارس شمشیر گرفته در آمدگی، بالای سری هم خونای خودش، بالای سری بگیم هم زبانهای خودش و غیره و غیره کارو بود. این از دوستای عزیزم بگیم کوتاه کده و دویده بگیم که خصوصا تاریخش اگر بگذاریم و خلاصه براری کنیم، اما خلاصه های کوتاه کنیم، یعنی خلاصه ها همی است. تقریبا بگیم که از 50 گذشتگیش ده بگیم شناس با پیغمبر میشوه، پیغمبر اسلام، و دوران درازم نمیگذره. 63 سالگیش ده پیغمبر اسلام از دنیا میگذره. بگیم تقریبا 4-5 سال بگیم که شناس بودن، اما عیناً اوج گرفتن نه بگیم همون اوج همون سرشوی اوج اسلام ده. 4-5 سال بگیم که تقریبا خط پیغمبر بگیم شناس بودگی است و در حالت هم دویمو خط پیغمبر نه، بلکه در جنگ ها در این طرف در اون طرف بگیم همین کارو خط مشغول بودگی است. خلاص ایرا دیگر صحابه میگن یا دیگر چی میگن، یا شما حق دارین هر چی که بگین. البته که از نگاه شما پیغمبر دیدگی انسان ها صحابه میشه، البته که درباره صحابه خوین یعنی معنای ایرا میون چی معناها داره این کلمه ها شرایط را میگن. البته که در این باران براتون بگیم چیکار میکنم میگم. این ابله خودش نمیدونه چی گفته. شاید برادر عزیزم، یعنی این گپای من نبود، البته که این درباره تاریخ بود و کمی تحلیل از خودم بود که همین خیلی چیزا بود. البته اگر که من ابله باشم و تا ابله نباشی و تا ناابله بگیم که میتونی که یا افیر کنی و در این گفته های ما بگیم فکت اسناد های دلیل های رد کننده سخن های ما را بگیم که از تاریخ بیاری بگویی. چه موضوعی که شیشته بگیم نمیدونم رنگ زن ها واری تحقیر کردن ده. اگر من ابله باشم تا ابله نباشی، خب من ابله بگیم همون تاریخ خوندم بگلم باشه، کمی معلومات ها گرفتم از چهار طرف و پریبیزیتی سین سالاشونه و تخمین جایهای رفتگی و غیر جایهاش برات گفته ایستادم. اگر که من ابله همین چیزا را یافته باشم و تی ابله در تی ناابله در طرف بشینی و بگیم که چپا چپس بفوچی و اصلا یگان کار نکنی و بدروی در تیک توک کنی دخترها تماشا کنی، اگر پیشرویتون زور میشه و بسیار پیشروی میکنید در این مسئله. اما هر انسانی که بعد تاریخ یک چی را یافت در یک چی معلومات پیدا کرد، او از نگاه شما واری ابله میتوه. برای چی؟ برای که ابله آن انسانی هست که یعنی معلومات نداره، او را ابله میگن و نمون ابله من نیو بلکه تو هستی. من هر چی باشه معلومات دارم، من هر چی باشه معلومات دارم. برای من سوال نتی، برای بخون افیر که ببرو گبزه. برای من چی سوال میتی؟ ما اینجا معلمتم بطر سوال تجاوب بودم. من خوندم یافتم معلومات سال تولد، سال مردگیشه، عمر دیدگیشه، تقریبا پریبیزیتینا چند سال چیز بدگیشه، در کجا بدگیشه گفتم. تم خلاص دورو مرحمت کتب بگو.
اگر که همی دوادید کنین که مرا ما همی را دکنسا بارم و توچکا بیارم و پول ردیش قطعه ببرونم بتم تون کی بداگیشه ما ایرا میکنم همی دروز کارم همی پرتو میشینم در اینترنت پول نیروز از تمام کتابای بگیم عرب اجنب خیتوی هند از تمام اینجا تاریخی که چی نوشتگی است میارم همشه بعد میبرورم بعد بشینه ابله اون انسانی را میگه که او ابله نمیخونه او را ابله میگه ابله من نه بلکه تو ابله هستی برای اینکه معلومات نداری برای اینکه فقط کونی دخته تماشا میکنی در اینترنت نه اینکه در جای بخونی بیاوی معلومات بگیری نمیدونم پیدا کنی و غیره کارها کنی اما تو بگیم که ابله هستی که در طرف میشینی خیلی ابلهی کرده خلاص دوستای عزیزم ابله ها و انسان هایی هستن که واقعا معلومات ندارن و سخن کیم که خطی نمیدونه میدروین خداشون عالم و دانا و شاعر میگیرن از کیم که خطیش نویده و انسان اگر اشتباه هم کنه اگر اون انسان بخونه انسان اگر واقعا معلومات بگیره از همون بگیم منبع های که عموما جهان قبول کردگی منبع ها هستن اگر از اون منبع ها ده ها اگر انسان ها اگر اون انسان معلومات بگیره و انسان ابله نیست گرچه اشتباه هم کنه و ابله نیست برای چی برای که انسان کوشش کرده است از همون استاشنیکو از معلومات ها صحبت کنه ابله اون انسانی است که میشینه در زندگیش یک جور نمیکنه و یک کار نمیکنه بعد از اون بگیم که چیکار میکنه همون یک آدم یک گپ زنه در تای میدروه فقط یدینستین یک کامنت داشنام یا نمیدونم یک چی کردن بگیم که میتونم کار ای دستش میوه یک تحقیر میکنه نمیدونم یک تحقیر میکنه یک توهین میکنه خلاص بگیم هم خیلی چیزا میکنه او انسان ها را میتونی که ابله بگوی واقعی ابله واقعی همون آدم ها میباشن که بگیم در اصل یگان معلومات ندارن فقط تحقیر میکنن یگان اسناد فکت آوردن نمیتونن اما از ابله بدن خودشون بخبر هستن کدامی که مردک هستن دوخ دارن ببروین در فیسبوک من استانا کگان استانا ویدیو ویزفتی گپ زده روم هم گپ زده بتونی اگر دوخت برسه این ایره ابله میگن برای که همون ابله ها شما ها هستین فقط نام در کامنتاری هم میتونین بگیم که همین دوستای عزیزم دیگر سلامت باشین سربلند باشین این بود کوتاه درباره همون انسان ها با اون چیزایی که من گفتم شما میتونین از اینترنت ها و از دیگر جاها از اینترنت ها صدها کتابخانه ها داره میتونین که از اون کتابخانه ها استفاده برین خصوصا بگیم این گپ ها همون منبع های کتابخانه های اسلامی هست که با تمام زبان ترجمهش هم میتونین پیدا کنین از روسی سرکردگی و بگیم تاجیکی میگین فارسی میگین الفابت تاجیکی خطی نمیدونم یکی فارسی انگلیسی روسی با تمام زبان هایی که دل خواه میفهمین میتونین پیدا کنین این منبع ها را و بگیم که بخونین و معلومات برای خودتون پیدا کنین البته که دشنام کردن این وقت یکم فایده نداره باز من برای شما بیشتر باز بگیم طرف تنقیدیش میگیرم میبرارم نشانتون میتم اگر خواهین دشنام کردن بگیرین باز طرف های تنقیدیش بگیم که باز مینوساش هم میگیرم میبرارم در حالت باید جغ وقت کرده میشین مقصد از این نوار چی است مقصد از این نوار که ما نباید در بالای تگش خالی در اونجا ما تاریخ بسازیم در بالاش نه اینکه بگیم که تگ خالی بالاش در بینا بسازیم نه تگ خالی جا در بالاش در بگیم که فوندامنت نداره و در اونجا ما بینا و تاریخ نمیدونیم ما باید فوندامنت بکوبیم
اول فوندامنت بکوبیم، باید بیاویم فوندامنت اصلی را، بعد از او بگیم که ما چیکار کنیم، بعد در اونجا بنا بسازیم. امروزه خیلی همون ملاحات بیار، ملاحات تاریخ همین انسان هایی که در وصفش فقط شکروار گپ میزنن، تاریخ همین آدم را نمیدونن. متاسفانه اگر بدونه هم برآمده براتون نمیگه. ببرو اینمی عملات بره و تاریخ هم را بخونه و پول نیروز تحلیل کنه، بیایه ببروره بگه که فلان ساله بود، فلان سال تقریبا، فلان سال در خریستیان خدمت کردی، قسال تقریبا از 50 گذشتگی انسان بگیم اولین شناس شد که از پیغمبر با 2 سال 3 سالش کلون است. تو دینی مرا چی کار میکنی؟ در یگان دین نیستم. من نمیفهمم این آدمو اینمی اصلا انسان ها را توپای بدنش است که تو در کدام دینی؟ این مهم است. این چی مهمی داره دینی من؟ یا دینی تو با من چی مهمی داره؟ من یگان دین دا نیستم. تو برای کدام دینی دا باشون همون دین داشتیدن بگی برای مرا اینترس هم نداره تو کدام دینی کدام مذهبی. برای من اینترس او است که هر دینی باشه، هر مذهبی باشه، هر رویه‌ای باشه، هر سیاستی باشه، مهمی است که وطن سرزمین ما تاجیکستان بگیم که در چیزای پوچ بمانی مردم ادرچت نکنن، بعد مردم فردا بگیم که نمیدونم گوسپان ورشیده بره. البته که ما باید پایش بیابیم پیش از او، بعد از او بگیم که او نمی چیز است. درختی به ریشه هر روز نه هر روز چپه می شود. استوریا این ریشه همون انسان است. وقتی که ریشه شیافتی کو کی است، بعد چپه می شود. نه که او سیب می بینی در بالای درخت بسیار زیبا است، شیرین است، اما نمیدونی ریشه او در کجا است. اگر ریشه ش برور بیرن سیب چپه می شود، دیگه سیب نمی قپه. من وظیفم ریشه کوفتن است. تو که ما مردم تاجیکستان، تو اینمی کودکا جوانو اینمیو بگیم که آینده اینمی مورا رنگ اینم درک کردن کلان کردن با نقلای شیرین گریه و ناله و نمیدونم ماتم و آینده. من نمیخوام که نسل آینده بانم خیلی گریه ماتم و سخنای شیرین داده شده غلام شده حیات چون تلخ بگذره. برای همون من بعضا مسئله را میبردارم. روزی گفتم پروس سلمان فارسی، این فارسی این تاجیک بود، گفت همون داملای تاجیکستان. من برای هم برآمدم گفتم که سلمان فارسی تاجیک نبود، این در اصل کرد بود. کرد ها هم فارس هستند، اما این تاجیک نیست. در تاجیک یگان رب نداره. من تنها یک چند اول شا گفتم، اما حقارت های شما مجبور کرد مرا که باز من امروز دوام شا بگم. اگر باید قیدگه دشنام کنین فردا من یه روز 2 روز کار من پرتم میشینم، همین دست کانال نه اتایو از چندین استوچنیک میارم میبرم، بعد بگیم که دلش رقص کرده گشتن میگیری. باقی خونه تون آباد باشه، سرتون بلند باشه. به هر حال فقط بخونین، جاهل نشین. جاهل انسانی که علم نداره، انسانی که منبع نداره، انسانی که بگیم گوسپان وری زندگی میکنه و انسان جاهل میگن. یعنی جاهل نشین. انسانایی که دشنام نوشته استادین، اسناد ندارین در دستتون، شما جاهلین. خلاص با همون زبان عربی خطون، با همون زبان دینی خطون جاهلین. جاهلین. میفهمی نمیره؟ جاهل به همه کار قادر است. امروز جهالت مردم با نام غلامی گرفت برد، برای که مردم در جهالت رفتن، در بیسوادی، به علمی سخنهای شیرین ملاها داده شدن. خود چون تلاش و کوشش نکردن. کدام عذاب بده باشه خدا خیلی تقدیر ده بده، نصیب ده بده، ما زورمون به خدا نرسه، خدا در پیشانی ما نمیره نوشتگی بده است. این جهالت است. این ملت با جهالت رفتگی است. این ملت، این ملاها با جهالت بردن. میفهمین؟ پدرود تو با درودهای دیگر
جاهل نشین، با جهالت نره.